سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون هاکر منفهم. این مدت که نبودیم ویدیو نداشتیم، رفتیم مسافرت، اونم کجا؟ به یه کشور دیگه، به آبادان، کشور معروف به برزیل. آبادان برزیل ایرانه. بعدش اونجا رو بگیر، نفت آبادان. بعد حالا میخوایم امروز بریم چند تا چالش رو انجام بدیم تو آبادان، همین که بریم جاهای قشنگ آبادان رو بهتون نشون بدیم، شهر رو یکم بگردیم، هم سوغاتی های آبادان رو بخریم، بریم خرید کنیم، بازار آبادان رو نشونتون بدیم، همین که غذای مخصوص آبادان که همون فلافل رو بخوریم. فلافل مخصوص آبادان، فلافل مخصوص کشور برزیل. بریم. اومدیم اول از همه اینجا خرید کنیم. تو آبادان یه فروشگاه خیلی معروف هایپر شعبانی، جمعیت رو بگیر. دم هایپر شعبانی داخلش همه چی داره، هر خرت و پرتی مثل این که هست، قیمت مناسب. بخوایم ببینیم چه چیزایی هست که سوغاتی بخریم از برزیل ببریم خونمون. بریم تو ببینیم، بریم داخل. خوشگله داره. به نامبانی در رنگ‌های مختلف. مدل تو بخرد اینجا، مدل خارجکی. بهشون دوربینم بده، هرچی برداشتی حتما گفتی میگیری. این لیوانو با پلاستیکی نمیخوام. جای مورد علاقه خودم بازار خرید کنیم. اینجا بازار اروند یا همون کنزالمال بهش میگن، که همش جنسای چی هست اینجا؟ جنسای چی هست بیشتر اینجا؟ همه چی هست. همه چی اینجا، ظرف، کیف، لوازم خونگی و لباس و همه چی هست، ولی بیشتر چیزای خارجی هست دیگه. آره بیشتر چیزای خارجی هست با قیمت خوب، چون که لب مرز اینجا بیشتر، آره از لب مرز اونور میارن فکر کنم جنس‌ها خارجی، قیمت مناسب تره. حالا بریم ببینیم چه چیزایی هست. در آخرم هر چی خریدم بهتون نشون میدم. فعلا بریم ببینیم داخل چه خبر. خب اومدیم الان شام بخوریم. به یاد قدیم اومدیم فست فود معروف فلافلی جواد بگیر. الان میریم نگاه میکنیم که چی داره، هم سفارش میدیم ببینیم بخوریم. فلافل مخصوص جواد. آره تو معروف ترین فلافلی ها فست فودی های آبادانه. فلافل جواد اول خواستیم بیایم اینجا تبلیغ اسپانسر این برنامه فلافل جواد. بریم.
رو تحویل گرفتم. بگیر توشو. اینا سمبوسن. این هم فلافل معمولی و فلافل قارچ و پنیر مخصوص. آفرین. خب ما برگشتیم از مسافرتمون، اومدیم خونه دیگه. الان خیلی چند وقت گذشته، یه مدتی گذشته دیگه ازش. برگشتیم الان میخوام خریدایی که از آبادان انجام دادیم و نشونتون بدم چه چیزایی گرفتیم، آنباکسشون کنیم. این خریدای خودم البته. فقط اول از همه این تراول ماگ گرفتم از آبادان. تراول ماگ نیاز داشتم. این تراول ماگ که الان بازش کنیم ببینیم توش نشونتون بدم چی هست. این جعبش که اصلا به درد نمیخوره، این پلاستیک آشغاله. این تراول ماگ گرفتم. بعد دسته داره، اینجا هم یه چیز داره بهش میگن آسانوش. از اینجا قهوه تو میخوری، حالا هرچی که توش میریزی میخوری. برشم باز کنم کیفیت رو ببین. اینم توشه. این که هیچی رفت کنار، ولی یه قسمت خیلی خوبه مسافرت که نتونستم فیلم بگیرم، خسته بودم فیلم نگرفتم، رفتم توی اسباب بازی فروشی خیلی خفن اونجا که یه اکشن فیگورم گرفتم. شتون بدم این فیگور رو گرفتم، اکشن فیگور خفن جوکر رو. یکم هم گرد خاک گرفته تو را. اینو گرفتم. بعد اکشن فیگور کلی بود، های ویدیوشو میذاشتم خودتون میدین، ولی قیمتاش خیلی مناسب بود. مثلا این اکشن فیگوره رو دو توراب من دیدم 850,000 تومان بود، من خریدم 350,000 تومان اونجا. تنوع اکشن فیگوراشون هم خیلی خوب بود. از همون قسمتی که توی ویدیو گفتم اینجا چیزای مرزی و ایناست، کنزول مال از اونجا مغازش بود، از اونجا گرفتم. الان بازش میکنم ببینم داخلش اکشن فیگور توش هم ببینیم. این که جعبشه که هیچ، این جعبشو با احتیاط میذاریم اینجا چون جعبش به درد میخوره. و این جوکره، ایشون تصویر جزئیاتشو در 3 رنگ مختلف بود. این با لباسای مختلف، لباس بنفش و لباس قرمزش هم. من مشکیشو گرفتم. پایه هم داره توش. اینم پایشه که اینجوری نیست. اینم با پایشه که اینجوری میتونین بذارین روی میز. حالا هم میتونین تو جعبش بذارین، با جعبش هم میتونین خالی روی پایش بذارین که همینجوری. مثلا این اکشن فیگور با این جزئیات و اینا با این قیمت خیلی خوب بود. البته این فقط خریدای خودم بود. بعد اونجا هم که تراول ماگر رو گرفتم، یه شمع هم بهم هدیه دادن که نمیدونم چه کارش کردم. تا ویدیوی بعد خداحافظ. با جوکر خداحافظی کنیم.